برگشتیم دوستای عزیز. در قسمت برنامه هم سید نجیب الله ابوفضلی کارشناس امور نظامی با ما خواب بودند و در رابطه به عیدشان میپرسیم که عید چگونه سپری کردند. سلام به شما و خوش آمدین. عید براتون تبریک میگم. سلامت باشید. من عید سعید قربان را به نوبه خود به شما و بیننده‌های تلویزیونی مشران جده و به همه ملت غیور و بلند افغانستان تبریک می‌گویم. سلامت باشید. تشکر فضلی صاحب، باز هم خوش آمدید و من هم از صمیم قلب براتون تبریک میگم. چطور گذشت روزهای اول عید و چه آمادگی‌هایی داشتین به امنیت افغانستان به خصوص کابل؟ گرچند که عید با عیدهای گذشته کمی تفاوت‌های خود از دیدگاه امنیتی و ازدحامات فکری و مشکلات ذهنی برای مردم پیش آمده بود، آنچنان که باید مثل عیدهای گذشته تجلیل و مراسم میشد نشد، چون یک تعداد در حال ازی بود که ما حیات ما در خطر است و یک تعداد فکری ازی که در حال مهاجرت هستند. مثلا میزنیم ما بامیان باستان، گرچند در اواخر وکل صاحبا و والی صاحب بامیان مسئولین امنیتی با حمایت خدمات مردمی ولسوالی هایی که در بامیان از دست رفته بود دوباره پسگیری شد و دوباره از آن دولت شد و زیر کنترل حکومت درآمد. این حکومت ساحه تحت کنترل خود گرفت و همچنان در کابل هم یک سلسله صحبت های ضد و نقیص که والا در کمپانی طالب آمده، که والا در فلانی جای آمده، که والا چطور است، گاهی هم ذهنیت عمومی افکار عامه در مجموع خشدار است. یعنی آرام و با آسایشی که باید ایده برگزار میکرد به او آسایش ایده برگزار نکردن، باز هم خدا را شکر خوب بودن. فضلی صاحب، در این باره هم صحبت های می داشتیم. شما چی خوب است که در اول از برنامه های روزهای عیدتان بپرسیم. چی آمادگی ها گرفتین بر روزهای عید و چی آمادگی به خاطر امنیت مردم گرفته شده؟ به اساس هماهنگی و گزارش را که ما از دوستای ما در داخل سکتور امنیتی، وزارت محترم امور داخله، دفاع ملی و همچنان بخش امنیت ملی ما و خیزش‌های مردمی داریم، این است که قبل از همه در هر کشور، در هر ملت و در هر جامعه امنیت مهم است. به تعقیب امنیت صحت مهم است. بنان فعلا ضرورت اولیه مردم افغانستان امنیت است، بعد از صحت. ما در مجموع از دغدغه‌های اصلی که در عید وجود داشت، هماهنگی‌های امنیتی که چه قسم به اصطلاح تبلیغ شود و آگاهی داده شود برای مردم، آگاهی عامه که مردم بتونه به فضای باز و به فضای آرام بدون ترس و بیم و هراس و با یک روحیه و مورال قوی اما برنامه‌های خودم مثلا فاتحه است، مراسم است، عیدی هست و عیادت از قبور است، عیادت از بزرگاه هست، احترام متقابل در بین متعلقین و مختلفین مردم هست. به این خاطر همین برنامه روی کار داشتن. بسیار خوب. ابوفضلی صاحب، چه خوب است که در مورد این هم به بیننده‌های عزیز معلومات بدین که جنگ‌های اخیر روی روح و روان مردم افغانستان تاثیر کرده یا خیر ما با جنگ عادت کردیم و هیچ تاثیرات خود؟ گرچند در افغانستان 40 سال شده که جنگ شدیداً ادامه داره، به نام‌های مختلف، زیر پرچم‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف و توسط رهبری با دارای مختلف، چی در داخل از افغانستان چی در خارج از افغانستان رهبری میشه. موضوع اساسی این است که ما جنگ‌های اخیری که در افغانستان و در بخش امنیتی ما یا به اصطلاح سقوط ولسوالی‌ها یا پس دوباره بازپسگیری نیروهای امنیتی ما از چنگ طالبان ولسوالی‌ها را، ما کاملاً جنگ اخیر در افغانستان را یک معامله سیاسی میدانم. بدون شک در افغانستان 40 سال شده جنگ سیاسی ادامه داره. تا جنگ سیاسی ریشش در افغانستان حل نشه و هرگز جنگ نظامی در افغانستان خاتمه نخواهد پیدا کرد. بنابراین این جنگ سیاسی است و اواخر هم جنگ سیاسی به معامله سیاسی صورت گرفته. ما شاهد هستیم که بیش از 100 چند ولسوالی رو ما از دست دادیم، اما بینی بزغالی ما خون نشده. نه از طرف طالب، چند نفر امار اعلان میکنه که طالب چی شد نشد، و نه از طرف قوای امنیتی ما. این قسم عملیات میکنه وسوشی که ما آمدیم اون میگرزه، اون میگه وسوشی که ما آمدیم میگرزه، هیچ گپی نیست. یک جنگ و یک مبارزه که مردم هم ایران مونده، چون که یک تعداد افکار عامه خشدار است و این توانمندی نداره که اصل واقعیت درک بکنه. یک تعدادی که در جریان است که گپ چی است خنده میکنه از این موضوع که چی گپ است. یک تعداد میگه والا طالب آمد، چون واقعیت خبر نداره. اما کلش یک معامله سیاسی است
بدون شک از اینکه مردم افغانستان در طول 40 سال مبارز بوده، مجادله‌گر بوده، مردانه ایستاده، سربلند و سرفراز بوده و ان شاءالله که جنگ‌های اخیر بالای مردم افغانستان تاثیرات منفی نگذاشته و روحیه و مورال مردم افغانستان را ضعیف نکرده و نخواد کرد. همونطور استاد است مثل سابق که عادت کرده، چون به جنگ و جهاد و به انتحار و انفجار و مبارزه و ناراحتی و مشکلات اینا معتاد شده. مثل که یک کسی به سیکرت معتاد میشه، اینا معتاد جنگ. اگر 2 روز انتحار و انفجار نباشه اینا میگه والا آرام چی خیرت باشه، خیرت باشه چرا آرامی است. بله میشه از این بگوین که در روزهای عید هم رسمیات دارین یا خیر؟ والا در روزهای عید برای سکتور امنیتی ما فکر میکنم که اونا وظایفشان نظر به دیگه وقت هنوز هم احضارات درجه 1 برشان داده میشه، چون که تامین امنیت، کنترل، چک، بررسی، گزمه، پیره و سایر موضوعات دیگه اینا وظایفشان 24 ساعته میشه، احضارات درجه 1 داده میشه که اینا از هر وقت که وظیفهشون زیادتر است. اما ادارات ملکی ما بله برای 3 روز رخصتی دارن و میتونه در 3 روز در سایه عید بزرگ برنامه شخصی خود به صورت آرام پیش ببرن. خب بسیار خوب. شبنم جان، در مورد جنگ و قصه های امنیتی ابوفضلی صاحب صحبت کردن. من فکر کردم که برنامه ایدی نیست. برنامه سیاسی شد. بله. نه برنامه سیاسی هم نشده، من کمک جگرخون شدم. جگرخون واقعا. در مورد آدم صحبت بکنه. جنگ کلمه جنگ شنیده میری، طبیعی است که با روح روان آدم تاثیرات منفی را میگذاره. چی خوب در مورد این بفهمیم ما و بیننده عزیز که چی کردین این 2 روزی که گذشت؟ این 2 روزی که گذشت روز خوب بود، گرچند در صورت اول ادای نماز بود، بعد از او زیارت قبور و طواف دعا به شهدا، به روح شهدا و به التماس دعا به زخمی‌ها و همچنان از کسایی که فوت کرده وارث نداشتن، بی‌وارث هستند یا کسایی که مربوط ما بودن، از اینا ادای احترام کردیم، در قبورشان رفتیم. بعد از او بزرگایی که فاتحه دار بودن، مشکل داشتن و معیوب و معلول بودن، سفید بودن، از او تیر شده از کسایی که ذی حق یا ذی حقوق بودن از اینا احوال گرفتیم. همچنان یگان مراودات سیاسی یا بازدیدا با بزرگا، با جوانا، با سایر کسایی که لازم بود همینطور برنامه داشتیم. میشه از این بگوییم که قربانی هم از قربانی نه، ما خود ما یک برنامه داریم. ما می آجی بابیم خدا مغفرت بکنه، آجی بابیم خدا مغفرت بکنه، سید محمد عظیم مرحوم، اینا که اجر رفته بودن وقتی که سه بچه عامل از 3 بچه گویا پدریم به شمول 2 کاکای موجود است. اینا یک قسم است که 1 سال 1 کاکای قربانی میکنه، 1 سال دیگهش و 1 سال نوبت به ما میرسه. مگر امسال نوبت ما نیست، اما اگر بتونیم ان شاء الله که یک چیز رو مد نظر گرفتیم. خیر است، حالی هم مشکل نیست، هنوز هم 1 روز عید باقی مانده. بسیار زیاد خوشحال بود هستیم که شما و جوانان در کنار خود داریم، واقعا زحمت میکشید. کجاها رفتین و کجاها باقی مانده میخواین برین یا اگر رسیدگی نمیکنید میشه برشان عید؟ یا که وظیفه میرین دوباره؟ نه، ما به می زودی ان شاء الله قرار است که از طرف دوستای دولت مرداد یک جای باعث یک مامور یا باعث یک رئیس یک اداره یا مسئول یک اداره معرفی شوم. ان شاء الله بعد از این به صبرانه منتظر امروز موضوع هستم و همین 1 روزی که باقی مانده در 1 روز میخوایم که همین بزرگان و سیاسیون امنیتی را، خصوصا مسئولین ارشد امنیتی را بار ادای احترام بکنیم با خاطر بقای وضعیت امنیتی بعد از این یک صحبت‌های خود داشته باشیم. بسیار تشکر ابوفضلی صاحب که ما آمدید. سلامت باشید. پیام گفتنی و نزاع و وطندارای داشته باشید. ما خو بازم به اخیراً در اخیر برنامه باز هم بار دیگر عید سعید بزرگ قربان را خدمت تمام مردم افغانستان تهنیت عرض میکنم و از مردم افغانستان میخوایم که مثل همیشه مبارز قوی برجسته در مقابل ظلم و استبداد و زر و زور استاد شود و هرگز تن به ذلت ندهد. بسیار تشکر. بخیر باشید. سلامت باشید.